در زمان صاحب استقلالی مملکت توجه راهبریت عالی کشور به علم و فرهنگ، تاریخ و تمدن، آثار اهل ادب و پاسداشتن میراث پرغناوت خلق تاجیک خیلی زیاد گردیده است. در این روند از طرف ادیبان نامبردار ملت کتاب‌های پرغناوت نشر گردیده و جهانیان تاریخ و فرهنگ قدیمه و متفکران ملت تاجیک دوباره معرفی کرده می شود. این است که با تلاش و زحمت‌های نویسنده مشهور ددخان ایگمزاد رامن اختری سبز 4 کتاب معظم از سرشت امام اعظم به تب رسید. در تالار کتابخانه به نام تاشخوجه اسیری شهر خوجند با حضور اهل علم و ادب ولایت و دوستداران کلام بده رونمایی این رمان تازه نشر برگزار گردید. در هفته چهاربینی رئیس بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و یک قطار اهل علم و ادب با معروضه برآمد نموده عاید به پهلوهای مختلف رمان مذکور ملاحظه‌رانی کردند. ذکر گردید که اختری سبز داستان تاریخی بوده از فرجام پرهنگامی آخری پادشاهی دولت ساسانیان و غالب آمدن لشکر عرب شروع می شود. در ادامه اثر زینه‌های مختلف همان دور با اسلوب خاصه و آب و رنگ بدیعی تالیف گردیده است. نویسنده با یک مهارت کسبی توانسته است روزگار ادیبان و متفکران دور را به خواننده آشنا ساخته، همزمان نابغه عالم اسلام امام اعظم که من بعد باعث باز هم بالا رفتن آبرو و نفوذ ملت تاجیک گردیده است معرفی سازد. دادخان ایگمزاد در نتیجه آموزش تاریخ تبری، در نتیجه آموزش تاریخ بیهقی که از اثرهای بسیار بزرگ تاریخ ملت تاجیک محسوب می شود، این رمان را روی کار آورد و من شاهد هستم که 5-6 سال حیات خود را به ایجاد همین رمان بخشید. اختری سبز نام گذاشتن مؤلف نیز بسیار رمزی است، زیرا در حقیقت هم حضرت امام اعظم از اختران بسیار درخشان عالم اسلام هستند. در تطبیق آرمان‌های ملی ما، در تطبیق آرمان‌های دوران استقلال، این اثر خیلی ماندگار محسوب می شود. این کتابی تازه نشر در پرتوی هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اعلان گردیدنی سال 2009 همچون سال بزرگداشت امام اعظم تألیف گردیده است. نویسنده تمام 15 سال سر ایجاد کتاب مذکور زحمت کشیده توانست با این رمان تاریخی خود جهان امروزه را با سرشت امام اعظم و ملت تاجیک آشنا سازد. نویسنده با این رمان تاریخی خود کوشش می نماید جوانان امروزه را با اصل خود آشنا ساخته باشد. کتابی که نویسنده شناخته تاجیک استاد دادخان ایگمزاد تألیف نمودند با نام اختری سبز 4 کتاب معظم از سرشت امام اعظم، این تجربه اولینی نگارش بدیعی تاریخی دین و مذهب و چهره بسیار روشن و فروزانی امام اعظم می باشد. از آغاز کتاب، از پیشگفتار کتاب احساس می شود، معلوم می شود که نویسنده از همان تشبس های واقعا دوربینانه و خردمندانه سرور دولتمان جناب عالی محترم امامعلی رحمان الهام گرفته است و درک نموده است که در زمان جهانی شوی، در زمانی که امروز افراطگرایی دینی هم اوج و موج ها دارد، ضرورت نوشتن همین گونه کتاب به میان آمده است. در ادامه همایش دیگر برآمد کنندگان عاید به سرنوشت آموزنده در نگارش بدیعی، کتاب ارزشمند درباره نابغه دین مبین اسلام، اثری که ما را خودشناسی ملی می آموزد، معروضه های پرمحتوا نمودند.